سلام، من اومدم با محمد حسین یه ویدیو دیگه بگیریم که من یه سری چالش و عروسک چیا میارم و من اینجا یادداشت میکنم که چیا درسته، من چیا رو میخوام و اینا. اول از این 3 تا عروسک با مزه میرویم. بعد خب این 3 تا رو دیدید. خب من اصلا به دوربین نشون بده. خب تو حدس بزن من کدوم یکی اینا رو دوست دارم. این 3 تا؟ آره اینو. این گفت من این کوچولو رو دوست دارم. خب من براش می‌نویسم ماما mia موسیقی کاشلا. بچه‌ها قبل اینکه ویدیو رو استارت کنیم اگه به نظرتون این سگ واقعیشو بیارم. من الان براش نوشتم که ببینیم چیه. پس این عروسک اگه به نظرتون این سگ با مزه است این ویدیو رو لایک کنید. این ویدیو رو بزنیم کنار. میریم حالا سراغ فیجت ها. من دیگه رایمو نوشتم. رای؟ مگه انتخابات اون نشد؟ نه خیلی خوب. حالا میریم این فیجت های با مزه. ببینید یه شب براتون آوردم. ببینید واقعیش کیک نیست. من تو ادامه ویدیو چند دقیقه اینو میگیرم دست. خب ناصرین حالا انتخاب کن من از بین اینا کدوم مورد علاقه منه. خب درش بنویسیم از این انها شکسته. خب بریم بعدی. بریم وسایل بعدم میارم. خب من رفتم یه سری عینک آوردم. میدونید شاید مورد علاقه من کدوم برنامه یه 2 تا ویدیو که گذاشتم بس. خیلی خوب بذارم که بریم ببینیم محمد حسین کدوم و اینو رو انتخاب کنه که مورد علاقه من هست. بس صورت تو تصویر بشه تو صفحه یادم رفت. کدومی که اینو مورد علاقه منه؟ از این 3 تا اینو و به نظر من این یا این. نه این. کدوم؟ این؟ آره. خیلی خوب گفت این مورد علاقه منه. ولی ریدم فکر کنم. خیلی خوب. پوشش آها اینجا. پس اینجا می‌نویسیم درست نیست یا هست. نه درست بود یا نه؟ ماکسیم داره انتخاب میکنه که من عینک‌ها رو الان توی ویدیو بذارم. من ادامه ویدیو رو خب من الان عینک‌ها رو میذارم سر او قیافت برای معلوم باشه تو تصویر. یادت رفته؟ نورش بریم یه سراغ 3 تا لاک. عینک جناب عالی رو برداشت. من چه که بودو انتخاب کردم الان کنار گذاشتم. قیافتو بذار تو ویدیو ببین روشن میشه نه. خیلی خوب. میرم سراغ 3 تا لاک که من واقعا رنگ مورد علاقه می‌ذارم. واقعا کدومی که اینا رنگ مورد علاقه من یا اجازه بذارید نشون بده. نبین بس چشاشو ببندم نگاه کنید. دیدم بگو. فکر کنم یه صورتیه چون من صورتی زیاد خوشم نمیاد ولی صورتی. خب میزنیم. گفت نشون بده به دوربین. این لاکه بو گوه میده. یه بعد لاک بکشم. خب بریم سراغ بعدی. خب این یه دونه درست بود یه دونه نشون درست میدونم. بریم ببینیم کدوم کاور از همه من مورد علاقمه. خیلی خوب این کاور من چشم بسته بهتون من میگم. هر کی عاشق ویدیو ایشه لایک و سابسکرایب که داخل یوتیوب و فالو کنه. و اگه مورد علاقه رنگتون اینه، رنگ مورد علاقتون اینه، لایک کنید. اگه کسی لایک نکرد بیلایلیش بی تربیت فالو. خیلی خوب من الان کاورا رو همه دارم چیدم. بگم من و همه چیز واسه میتونم بگم. تخت و تخت. نه
20 30 40 50 20 30 40 50 70 80 90 اشتباهش بری اینه گفت رنگ مورد علاقه کاور مورد علاقه من اینه و بریم بچه اگر به نظرتون این کاور خوشگله و اینو بفرست برای نفر اول لیست شیرت که برات اینو بخره ترندای این اینستاگرام. خیلی خوب من میدارم بریم سراغ اینو من به امید ویوز و پول مالی خیلی خوب بعد بگذاریم ویدیو من بعد پکیج آموزشی رو چجوری ما خیلی فرار خوب کنیم اینا مال موبایل اینو یادم رفت حالا یه دونه اضافه میزنم اینا برای موبایلن که بذار من قیافه بابا برشو بیا کنم اینا برای موبایلن که بزنم نشون بدیم که کدوم این موبایل بس کردن ببینیم مورد علاقه من کدومه هر کی لایک نکنه هر کی لایک نکنه آدم خیلی بی‌تربیت. خیلی خوب به اینجا من اینا رو انتخاب کن که ببین مال من این این نه ببینم این چیه این مال گوشیه مال گوشیه کدوم این دست من اصلا بشه کدوم اینم مال گوشیه آره اینم همه اینه که اینجا مال گوشیه این باشه اینو انتخاب کرد بکنم خیلی خوب من براش تو امتیازاتش بنویسم که بایش ببینیم چیه فعلا شما قیافه قشنگ من لذت ببر. خیلی خوب بزن که بریم خیلی خوب بریم سراغ بعدی خیلی خوب من عاشق این دوتام امروشم ببینید بعد کدوم یکی اینا مورد علاقه منه بذار که ببینم اصلا کدوم چون خیلی علاقه به اسب داری بذار ببینم اینا رو اینم ببینم چون 5 سال سال میرم وقتی نداره عزیزم بچه یکی دقت نکنید بهش خیلی خوب داخل چشماش رو دقت نکنید داخل چشماش رو دقت نکنید وگرنه من میدونم از شما بذاریم که ببینیم مشخصات رو بگید و ویدیو آخر محمد حسین دقیقا الان چایی که من مشخصاتی که بهشون گفتم دقیقا الان محمد حسین ببینم چند تا اشتباه داشت 3 تا اشتباه 3 تا درست دقیقا مساوی میشه و اگرم بخوایم بدونیم برای آخرین که ببینیم میبره یا میباسه بزن که بریم یه چیز سخت در میونه خیلی خوب حالا بگیم این دوتا کدوم مورد علاقه من سخت است اسب خیلی دوست داره اسب این آره خیلی راکی رابیت خوب بزن که کلیک کن محمد حسین جان اشتباه گفت چون این اسب نیست یه جایی گاوه اسب گاو دیگه و من از این خرگوش بیشتر خوشم اومد و محمد حسین باخ و من بردم پیروزی دست بزنید خداحافظی خداحافظی نیست تا همیشه با این